سلام دوستان، کوکین ساتیوب هستم و امروز با آموزش این شکلات فوق‌العاده آسون، خوشمزه و شیک در خدمت شما خواهم بود. با این تزیینی که من امروز این رو زدم متناسب عید پاک هست یا همون ایستر. اما خب با تزیین‌های دیگه شما در مناسبت‌های دیگه هم میتونین این شکلات رو درست کنین یا حتی میتونین به صورت ساده بدون اینکه وسطش رو گود کنین داخل سینی قرار بدین و یه شکلات ساده داشته باشین. حالا برای درست کردن این شکلات مراحل رو در ادامه ویدیو توضیح خواهم داد خدمتتون. برای این منظور ما داریم رشته شعریه. دوستان دقت کنین، رشته شعریه فرق میکنه با این ورمیشلی که ما یا همون رشته سوپی که ما در سوپامون استفاده میکنیم. این به درد نمیخوره. ما از این میخوایم که روش هم نوشته شعریه، چون اینها خیلی ترد و نازک و شکننده هستن و قبل از اینکه داخل آب پخته بشن به راحتی میتونین که اینها رو سرو کنین. و کره داریم برای تفت دادن رشته هامون، شیر عسلی، شکلات و مقداری هم شکلات به شکل تخم مرغ هست که مناسب این عید هست. برای درست کردن این شکلات قبل از هر چیزی میایم این رشته ها رو داخل بستش قبل از اینکه سرش رو باز کنیم به رشته های حدوداً 2 تا 3 سانتی خرد میکنیم. میایم رشته ها رو روی حرارت کاملا ملایم به مدت تقریبی حدوداً 10 دقیقه بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنیم. اینجا فقط رشته شعریه است. تفت میدیم. ببینین اگه حرارت شما بالا باشه رشته های شما خیلی سریع میسوزن، چون اینها خیلی ظریف هستن و باید این مسئله رو خیلی دقت کنیم. حالا بعد از 10 دقیقه که این رشته ها رو تفت دادیم و به این صورت طلایی و خوش رنگ شدن، میایم کره رو بهش اضافه میکنیم و 5 دقیقه دیگه هم با کره آب شده اینو تفت میدیم. دوستان دقت کنین که شما به جای کره نمیتونین روغن مایع یا روغن نباتی اضافه کنین دیگه، طعم خیلی بدی به شکلاتتون میده. سعی کنین همه رشته ها به این کره آب شده آغشته بشه، بعد شروع کنین به تفت دادن. حالا بعد از اینکه 5 دقیقه هم اینو با کره تفت دادیم میایم شیر عسلی رو بهش اضافه میکنیم و حدوداً 1 دقیقه دیگه هم اینو با شیر عسلی هم میزنیم. شیر عسلیتون میتونه هم ایرانی باشه هم خارجی. منظورم البحر و الفجر هست که البحر ایرانی هست، الفجر خارجی. خب الفجر طعم خیلی بهتری داره به نسبت البحر، شیرینی خاصی داره، ولی خب در این شکلات خیلی فرق نمیکنه. حالا بعد از اینکه 1 دقیقه هم با شیر عسلی اینو تفت دادیم دیگه اینو از رو حرارت بر میداریم و میریم که شکلاتمون رو آماده کنیم. حالا شکلاتمون رو خرد میکنیم تا روی بخار آب یا داخل مایکروویو راحت تر آب بشه. شما به جای این شکلات های تخته‌ای میتونین از این شکلات های سکه‌ای هم استفاده کنین. در این صورت اگه از اینا استفاده کردین دیگه نیاز نیست اینا رو خرد کنین، چون اینا خیلی نازک هستن و به راحتی آب میشن. حالا من متناسب با ذائقه خودم از شکلات تلخ استفاده میکنم. شما میتونین که از شکلات شیری هم استفاده کنین. شکلات خرد شدهمون رو میذاریم داخل مایکروویو یا روی بخار آب، فرق نمیکنه، و میذاریم تا آب بشه. شکلات آب شده رو میریزیم داخل شعریه و کاملا مخلوط میکنیم. شما اگه جوری تنظیم کنین که وقتی شعریه رو از رو حرارت برمیدارین شکلات آب شدهتون هم آماده باشه، کارتون خیلی راحت تر خواهد بود و هم زدن این مخلوط براتون آسان تر خواهد بود. یه مقدار از این مخلوط شکلاتی رو برمیداریم، روی سینی قرار میدیم. میتونین کف سینیتون رو کاغذ روغنی هم بندازین، واجب نیست که حتما از این باشه. با دستتون یه مقدار فرم بدین
و وسطش رو با این قاشق‌های اندازه‌گیری یه مقدار گود کنین. حالا من یه دونه دیگه براتون میزنم. میخوایم یه حالت انگاری لونه پرنده است، یه همچین فرمی بهش بدیم. بعد از اینکه با قاشق اینو گود کردین، اطرافش رو یه مقدار بالا بیارین و به این طریق همه این مخلوطمون رو داخل سینی فرم میدیم. حالا این شکلات‌های فرم دادمون رو به مدت 2-3 ساعت داخل یخچال یا 1 ساعت داخل فریزر قرار میدیم تا شکلات‌ها کاملا خودشون رو بگیرن. فقط دوستان اینجا یه مطلبی رو بگم خدمتتون. من نصف اون موادی که براتون نوشتم رو درست کردم و همونطور که میبینین از نصف مواد ما 8 تکه شکلات خواهیم داشت. بعد از اینکه شکلاتامون خودشون رو گرفتن، میایم وسطشون رو با این شکلاتایی که به شکل تخم مرغ هستن، من اینا رو از لوازم قنادی گرفتم. حالا مغازه‌های شکلات فروشی که 100% تنوعشون در این زمینه بالاتر هست. میایم داخل اینها رو 1-2 تا از این شکلات ها قرار میدیم و به این صورت شما یه شکلات شیک، آسون و خوشمزه خواهید داشت که در عرض حدوداً 15 دقیقه شکلات شما آماده است. حالا من یه دونه دیگه دوباره براتون میزنم. حالا در مناسبت‌های دیگه شما میتونین که داخل این رو با آجیل، قیسی خرد شده و یا هر چیز دیگه که دوست دارین پر کنین. حالا من به مناسبت عید پاک این شکلات ها رو گذاشتم داخلش. خب دوستان، امیدوارم که این شکلات بی نهایت آسون و خوشمزه‌مون رو درست کنین، میل کنین و لذت ببرین.